گفت من و رفیقم روز عروسی خواهرم با 20 لیتر عرق گرفتن. التماس کردم، خواهش کردم، گفتم عروسی خواهرم تو رو جدت بیخیال شو، ولی جناب سروان گوشش بدهکار نبود. گفت برو بشین تو ماشین کم صحبت کن. تو همون لحظه رفیقم گفت اینو میخوای کجا ببری؟ این مدارک ماشین واسه من، عرقام واسه منه. میگه جناب سروان رفیقمو گرفته و منم با التماس خیلی زیاد ول کرد تا برم عروسی. عمرم هیچ وقت انقدر التماس نکرده بودم، ولی این بار قضیه فرق میکرد. عروسی خواهرم بود، جز من کسی رو نداشت، باید میرفتم. خلاصه سرتون رو درد نیارم، تو عروسی یه خودی نشون دادم و بعدش اومدم بیرون تا برم دنبال رفیقه. تا رسیدم دم تالار رفیقمو دیدم که یه 20 لیتری دستش بود و داشت میومد. تعجب کردم، گفتم مگه نگرفتنت؟ گفت نه جناب سروان خیلی مشتی بود، تو که رفتی گفت عرقو بریز تو جوب و خودت هم برو چون معرفت به خرج داری، ولی اگه یه بار دیگه بگیرمت پوست از سرت میکنم. میگه ولم کرد، منم رفتم از سید یه 20 لیتری دیگه گرفتم و اومدم. عروسی که بدون عرق نمیشه آخه. میگه بغلش کردم، گفتم یکم کله خری ولی داداشمی. رفتیم تو تالار مجلس رو ترکوندیم، عجب عروسی شد. ببین تعصب کشی مجازی رو بذار کنار، یه جا گیر کردی ببین کی باته، کی حتی حاضر از جونشم واسط بگذره. رفیق خوب تبلیغ نمیخواد که، تو هم اگه اسم میکنی داری از این رفیقا بفرست واسش. مخلص همیشگیتون آرکانم.